چه اتفاقی میفته اگه عضله بایسپس فلج بشه؟ خب بذار یه مطالعه موردی جالب برات تعریف کنم که وقتی تازه کار بودم بهم داده شد. یه دانشجوی ورزشکار اومد کلینیک و عضله بایسپسش به همراه عضله زیرش به نام براکیالیس فلج شده بود. وقتی که قابلیت خم کردن آرنجش رو تست کردن خیلی ضعیف بود، چون این عضلات کار نمی‌کردن و فقط چند تا از عضلات کمکی برای خم کردن آرنج داشت. بنابراین در مقایسه با طرف دیگه خیلی ضعیف بود. چیزی که پیدا کردن این بود که یه عصب به نام عصب موسکولوکوتانئوس توسط یه عضله کوچیک‌تر زیر بایسپس به نام کوراکوبراکیالیس فشرده شده بود. اگه اینو کنار بزنی میتونی ببینی که این عصب درست از وسط اون عضله رد میشه. فهمیدن که اون ورزشکار بیش از حد تمرین کرده و این عضله ملتهب شده و روی عصب فشار آورده، بنابراین نمیتونه سیگنال رو به بایسپس بفرسته و حتی یه مقدار بی‌حسی در قسمت کناری ساعدش داشت. بنابراین مجبور شد به این عضله کوچیک بیچاره استراحت بده تا بتونه عملکرد کاملش رو دوباره به دست بیاره.